زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، از احتمال استفاده حکومت پاکستان از روند اخراج مهاجران افغان به عنوان پوشش برای اعزام تروریست‌های داعش به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آقای خلیلزاد شامگاه سه‌شنبه 26 حمل در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که شمار افراد آگاه به من گفتند که نگران هستند مبادا دستگاه امنیتی پاکستان اخراج پناهجویان افغان را به عنوان پوشش برای فرستادن تروریست‌های داعش به افغانستان استفاده کند. اظهارات آقای خلیلزاد در حال مطرح می شود که مقام‌های پاکستانی اخیراً اخراج گسترده مهاجران افغان از این کشور را تشدید کردند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که تنها در 2 هفته نخست ماه آپریل نزدیک به 60,000 افغان از گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شده اند.